آقا به نظرتون کدوم دیامترش با تفنگ اون مچه؟ سلام دوستان، به کانالمون خوش اومدین. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. امروز قراره ساچمه اسلاگ زد آرن رو تست کنیم. ساچمه ای که جدیدن تعریف‌های زیادی داره ازش شنیده میشه و به خاطر دقت و قیمت به صرفه‌ای که نسبت به اسلاگ‌های خارجی داره جدیدن طرفدار زیادی پیدا کرده. ما تقریبا فکر کنم 1.5 ماه پیش بود وزن 18 گرینش رو براتون تست گرفتیم. ویدیوش تو چنلمون هست، میتونید بریم ببینید. و امروز قرار وزن 21 گرینش رو براتون تست بگیریم که در 8 دیامتر مختلف تولید شده و میخوایم ببینیم که کدومش با تفنگمون مچ هست. و اگر خواستین از این اسلاگ استفاده کنین تا آخر ویدیو همراه باشین، چون قرار بهتون نکاتی بگیم که در ادامه به دردتون میخوره. اینم اسلاگ ZRN دیامتر تست، وزنش هم 21 گرین و از دیامتر 215 داره تا 219. شما اگه میخوایم برای اسلحه‌تون از این اسلاگ استفاده کنین، حتما قبلش یه پک تست تهیه کنین و دیامتر مختلف رو تست کنین تا ساچمه مچ تفنگتون رو پیدا کنین. همونطور که چند لحظه قبل گفتیم از دیامتر 215 داره تا 219 که ما به ترتیب از 215 شروع میکنیم به زدن. ما برای تست گرفتن هر دیامتر تقریبا 6 تا شلیک میکنیم و در مجموع میبینیم که کدوم دیامتر گروپ بهتری میده. خب در اصل شما اگه وقت داشتین سعی کنین تعداد بیشتری شلیک کنین. دیامتر 215 یه بوبامون هم خود کنارش. اوه فکر کنم این دیامتر رو خیلی بد میزنه. اوه خیلی بد میزنه این دیامتر رو. یکی اونقدر بد زد اصلا توی تیبل به این بزرگی نخورد. این از دیامتر 215 بچه ها. دیگه من تا جلو نمیرم، مشخصه چطور زده دیگه. دیامتر 216 میزنیم، بعد هر دوتا رو با هم یه بررسی کوچیک میکنیم و ادامه ویدیو. اینم دیامتر 216. خب دیامتر 216 نسبت به 215 یه خورده جمع‌تر بود. بریم جلوی بررسی بکنیم و ادامه بدیم. دیامتر 216 یه علامت هم بذاریم و اینم که اینجا میبینید دیامتر 215 یه علامت بذاریم که بعدا یادم بمونه. الان بریم دیامتر 216 و 217 امتحان کنیم ببینیم چطور میزنه. دیامتر 216 اوه این هم فکر کنم بد میزنه. بله خیلی باز گروپه.
خب بچه‌ها تیر شیشمو نمیذارم الان تو این دوربین بالا مشخصه گروپش خیلی بازه. خب حالا بریم دیامتر 217 رو تست کنیم. دیامتر 217. بچه ها انگار اوضاع این یکی بد نیست ولی خب بازم گروفش بازه. نه تکذیب میکنم، این هم خوب نیست، افتضاح یعنی. خب بچه ها اینم دیامتر 217 مشخصه که اصلا خیلی بد میزنه و فکر کنم تا الان دیامتر 216 و از همه بهتر داره. دیامتر 217 و نیم. به بهتر شد. چرا ستا رو خیلی جفت زد، ما رو امیدوار کرد ولی خب ستای دیگر رو کم باز زد. دیامتر 218. تیر دومونم یه خورده با فاصله زد. اینم گروپش بازه فکر کنم. دیامتر 218 هم فکر نکنم خوب بزنم. اوه خیلی بد. خب بچه ها 6 تا تیرمون هم زدیم. دوربین بالا هم مشخصه گروپش خیلی بازه و اصلا خوب نیست. این دوتا دیامتر دیگه هم تست کنیم ببینیم چطوره. دیامتر 218 و نیم. اصلا خوب نمیزنم. دیامتر 218 و نیم معلومه گروپش خیلی بازه، بخاطر من تیر شیشمش هم ادامه نمیدم. بریم سراغ دیامتر 219. دیامتر آخری که قراره تست بکنیم. تا الان فکر کنم 7 تا دیامتر رو تست کردیم و از این 7 تا دیامتر 216ش نسبت به بقیه گروپ بهتری داده. حالا ببینیم که دیامتر 219 چطوره. اوه بچه ها تیر روی تیر. به بچه جالب. دیامتر 219. به اوه این یکی رو یکم باز زد. دیامتر 219 هم زدیم 6 تا تیرمونو. توی ویدیو بالا مشخصه تقریبا 5 تاشو خیلی خوب زده، یعنی به نسبت
ولی خب یه دونه‌شو یه خورده با فاصله بیشتری زده. ولی خب فکر کنم توی این 8 دیامتر گروپ قابل قبولی داشته 219 و با تفنگ ما مچ‌تره. بریم اون جلو یه بررسی بکنیم. دیامتر 218 اینم دیامتر 218 و نیم و اینم دیامتر 219. خودکارم تمام شد. این ستا هم که هیچ بچه یه خیلی گیری زده بودیم که اصلا هیچ. این ستا دیامتر هم براتون مشخص کردیم. دیامتر 218 218 و نیم 219 و اینم 5 تا دیامتر دیگه که قبلش تست کردیم. خب بچه ها ویدیو امروز هم به پایان رسید. اسلاگ 21 گرین ZRN هم تست کردیم در 8 دیامتر مختلف از دیامتر 215 تا 219 و گروپش هم کاملا مشخصه. 5 تا از دیامتر این بره و 3 تا دیگر هم این بر تست کردیم. خب بچه ها این نکته خواستم بهتون بگم که گروپ هایی که تو ویدیو امروز مشاهده کردیم ممکنه که برای همه تفنگ‌ها یکسان نباشن. حتی اونی هم که اسلحه P35 هم داره شاید بره اسلاگ ZRN رو بگیره و تستش کنه، گروپ های متفاوتی بده. شاید برای تفنگ من مثلا دیامتر 219 خوب بزنه، برای اون دیامتر 216 بزنه. توی ویدیوهای امروز هم مشاهده کردیم. ممنونم از اینکه تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که از تست امروز خوشتون اومده باشه. لایک کنین، سابسکرایب کنین و اون زنگوله هم فشار بدین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. به امید دیدار. یا علی.